سلام داملای محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درست در همین جمعه گویید. التماس ضرور است. آیا منکر و نکیر در قبر از مرده پرسش میکنند یا پیش از صلات جنازه را خواندن؟ در آخر در حق من یک دعای خیر کنید. خدا شما را همیشه نگه دارد، توفیق تان خدای مهربان رفیق بگرداند. البته منکر و نکیر انسان در قبر میپرسند. این پیش از صلات جنازه نیست، بلکه بعد نماز جنازه، بعدی که ما و شما را در قبر جای میکنند، ان همون حالت از ما و شما چی میپرسند؟ کیست پروردگار تو و کیست پیغمبری تو و چیست دینی تو؟ وقتی اگر این جوابها را ما و شما گردانیم، خوش به حال مان. که صاحب کتاب میگوید در این حالت صدای میشود که خواب کن مثل خواب عروس تا روز قیامت. چگونه که عروس خواب میکند، کسی دلاور نمیشود که نه پدر و نه خسر و نه مادر او را از جایگاه خوابش سحر بیدار کنند. این چونین صدای میشود است که خواب کن تا روز قیامت مثل خواب عروس. این صدا را شخصی میشنود که اگر در دنیا عملهای نیک داشته باشد، اگر در دنیا اصلاح شده باشد، انشاءالله این صدا را در قبر میشنود. خوش به حال ما اگر عمل صالح و الا عمل صالح نداشته باشیم، قسم به خدا وای به حال ما که چه حالت وزنین ما و شما را در اون قبر منتظر است. وقتی میگوید اذا كانت صالحه، وقتی یک آدم صالحه را، یک آدم خوب بالای همون تابوت که بار میکردند، پیش از آن که در قبر داخلش کنند، ملائکه های رحمت وقتی که این بنده خوب، بنده خدا ترس که بود، جایگاهش پیش از قبر الله که نشان میدهند، بهترین باغ ها را نشان میدهند که الحال بعد داخل این قبر تو انمین وارد انمین باغ میشوی. وقتی این باغ که میدیده است، بعد از بالای تابوت به سوی همین شخصانی که تابوت میبردارن و به سوی قبر میروند چی میگفته است؟ افسوس که ما و شما گفتی حبیب خدا اگر صدای اونها را شنویم هر آینه بیهوش میشویم، صداشان نمیشنویم. میگفته است قدمونی قدمونی، تابوت بردارها را، این مرده بالای تابوت، حبیب خدا این حدیثی صحیح است، میگفته است قدمونی قدمونی، درو 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 مرا بالای قبر برین، درو درو مرا داخل قبر برین، زیرا که من باشیشگاه خدا، زیرا که من قدمگاه خدا، من مقام خود معلق دیدم. لیکن وقتی آدمی اگر باشد، اگر غیر گویم آدمی نادرست و بدرفتار باشد، این چی میگفته است؟ یا ویلها این تذهبون بها، داد میگفته است از بالای تابوت که ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ این صدا را آدمی میگفته است که در دنیا از امر پروردگارش دور بوده است. از این خاطر برادر عزیز، سوال منکر و نکیر این وقتی که در داخل قبر ما و شما میدرویم، انا همون زمان از ما و شما سوال میشده است. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. از بالای قبر جانی که 60 سال 70 سال در وجود ما بود، از بالای قبر همون جسد ما و شما را نگاه میکرده است. حضرت مولوی میگوید چی میگفته است؟ اگر جسد ناپاک باشد، اگر جسد از خدا نمی ترسیدگی باشد، با این جسد این جان چی میگفته است؟ مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. تو کار کردی در دنیا که تو نه صحبت داملا گوش کردی و نه صحبت عالم گوش کردی و نه به قرآن تکیه کردی و نه به حدیث پیغمبر رو تکیه کردی. چنان عمرت با یک تاریکی و سیاهی گذرانیدی که الحال تهدید پروردگار است. میبینی که حال تو و حال من چی میشود؟ تهدید از طرف پروردگار است.
الحال تو هم مانده میشوی، تو هم در عذاب هستی، منم از پشت تو در عذاب هستم. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ تو جسد بودی که همیشه برای بهبودی اولاد و اجداد و خانت مهنت داشتی، لیکن برای آبادی قبر و قیامتت هیچ کوشش نداشتی. الحال میبینی که با تو چی معامله میشود.